اندونزیا و ایرانی روژا سهشنبه لجاکارتای پیمانک بازرگانی امضا کردن که سروک جوکو ویدودو موضوعانی هفتای خوی ایرانی ابراهیم رئیسی کرد. تهران armançtaki ku tekliyen خوین بازرگانی ناونتوی خورد بکه کو باندورا آبوری یا تولین گران ین روژاوایی هفسنگ بکه. سردانا دروژی یا رئیسی اندونزیا کو آبوریا هری مزن یا باشور و روژلاتا آسیای بن سیا تولین نو ین یکتیا اوروپی ده پکته. سروکی ایرانی پیشتی مراسیما امضا کرنا 10 پیمانان گوت کو توله و گف به تعاوی نکارن وان راوستینن. او بالکشان سر گرینگیا هفکاری و پیوندین تهران یم به ولاتین جور به جور. و معتقدیم که تحریم ها و تهدید ام باور دکن که توله و گف به تعاوی نکارن مبدن سکناندن جه هفکاری و پیوندیا به ولاتین جیران، ولاتین مسلمان و ولاتین که دوارین جور به جور ده به مرانه. لگور وزارت بازرگانی یا اندونزیا به پیمانا نو ایران و حسانتر بکه کو بر همین اندونزی ین وکرون نباتی کاکاو قهوه و توتون تکه و بازارا ایرانی. برانبری و یکی جاکارتا و باجا گمرکی یا سر برهمین ایرانی ین نفت و برهمین نفتی مینرال و ماده کیمیایی و حسن نظمتر بکه. سروکی اندونزیا جوکو ویدودو گفت که او هیویده که پیمانا نو بازرگانی adına برا هر دو ولاتان ده برفره بکه. Hari ini Indonesia dan Iran ایرو اندونزیا و ایران پیمان بازرگانی به ناو PTA امضا کرد. هیوی دارم که اف پیمان بازرگانی ناور اندونزیا و ایران برفرهتر بکه. رئیسی دیار کرد که آرمانج اوه که نرخ بازرگانی دو آلی یاد ناورا اندونزیا و ایران ده بگیشه 20 میلیارد دلاران. ده 2022 ده نرخ بازرگانی گیشتی یاد ناورا هر دو ولاتان تنی زیدتری 205 میلیون دلار بو. گذاری کردیم در جهت توسعه روابط آرمانجا ما اوه که استا تکلیین بازرگانیین دنابرا هر دو ولاتان ده بگهنین 20 میلیارد دلاران. سردانا رئیسی که سردانا یکی یا فرمی یا با اندونزیای بن سیاتولی نو ین روژاوایی ین سر تهران پکته. روژا دوشمیه یکتی اروپا هبونین بشا برهمکاری یا پاسدارین شورشا ایران جمداند. به سدما تپسرکرنا هوانه یا خوپشاندانین کو بکشتنا جینا امینی دست پیکربون. یکتی اروپا جبر تپسرکرنا وان خوپشاندانان evcara heştane ku diji İran'e toleyan radgihine. Özlem Yasak, Denge Amerika.